امروز در میان امت عمر نیست. چرا این دیوارها شکستانده نمی شود؟ این دروازه ها شکستانده نمیشه چون علی نیست. حتی حکام ما جرأت ندارند. حتی زمامداران کشورهای اسلامی بزدل شدند. برب کعبه قسم است اگر اون دلی که اصحاب نبی داشتن امروز امت مسلم در دنیا می داشتن، الله رب العزت و الجلال برای سرکوبی و نابودی اسرائیل فرشتگان را از آسمان می فرستاد. جرأت نمی کنن که مرزهای خود را باز بکنن برای جوانان تا برود جوان اونجا از دین الله دفاع بکنن. امروز عمر نیست. اولین کسی که اون قدس و اقصا را، مسجد الاقصا را فتح می کند عمر است. ای کاش عمر جان امروز تو می بودی. ای کاش امروز تو می بودی که خواهرانت و دختران نبی در مسجد الاقصا زیر پای یهود لگدمال می شود. ای کاش تو می بودی ای عمر که فرزندان مسلمان و فرزندان نبی را می دیدی که زیر توب و تانگ صهیونیست و یهود پلیدی که دیروز از بنو قریظه و بنو نذیر رسول صلی الله علیه و سلم اونها را اخراج کرد، همه شان را به درک فرستاد، امروز اونها آمدن از ما مسلمان ها انتقام میگیرن. ای کاش که امروز تو می بودی ای صلاح الدین. یک دل مثل دل تو امروز باقی نمانده در این عالم. یک افسر انگلیسی نامه می نویسد به صلاح الدین ایوبی که ما می آییم به در مدینه، اونجا قبر نبی شما را باز می کنیم و جسد نبی شما را از قبر بیرون می کنیم، اون را دار می زنیم. به مجردی که این نامه می رسد به دست صلاح الدین ایوبی، اشک از چشمانش جاری می شود و بلند می شود از جای خودش قسم یاد می کند که خنده در لبان صلاح الدین ایوبی حرام است تا این سگ را به جهنم نفرستم که به نبی ما توهین کرده است. امروز میبینید صفحات را که در غزه چه اتفاق افتاده است. میدانید که فلسطین و مسجد الاقصا چه جایی هست. این ارتباط در عقیده من و تو دارد مسلمان. وقتی از بیت المقدس گفته می شود، از مسجد الاقصا گفته می شود، شاید بسیاری ها نفهمند چه ارتباط با ما دارد. ارتباط در عقیده و باور ما دارد. این قبله اول مسلمین است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقت داخل مدینه شد 16 ماه یا 17 ماه رو به طرف بیت المقدس نماز خوانده است. و مسجد الاقصا محل است که وقت آیه نازل می شود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، در اون عام الحزن، سال غم که رسول خدا بهترین حامیان خود را از دست داد، ابو طالب از دنیا رفت، خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها از دنیا رفت، برای اینکه رب العزت و الجلال نوازش بدهد، تسلیت بدهد، آرامش به دل نبیش ایجاد بکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مهمانی به آسمانها فرا میخواند. کن داستانش مشهور از شب معراج. میدانید که رسول خدا از کجا به سمت آسمان رفت؟ از صخره بیت المقدس. از صخره بیت المقدس، همون جا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم امامت میکند. امام اعظم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است که همه انبیا و پشت پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم در همون بیت المقدس نماز میخوانند.
قبله انبیاست، ولی امروز تحت اشغال صهیونیست یهودی قرار گرفته است. در این چند روز چند تا موشک به اون غزه برخورد کرد. چقدر مسلمان را به خاک و خون کشانید، چقدر اطفال را به خاک و خون کشانید، چقدر زنان و دخترانی که خواهر من و تو است مسلمانم به خاک و خون کشانیده شد. یک پیرزن که فرزند خود را هم از دست داده و با لگت عساکر کثیف اسرائیلی لگدمال می شود. ما می بینیم میشه. اگر تو بگویی جناب مولانا من هم دوست دارم اونجا بروم شهید بشوم، من دوست دارم اونجا بروم جهاد بکنم، خود را میخوای امتحان بکنی که این سخنت راست است یا دروغ؟ چقدر این سخنت ارزش دارد؟ چقدر این سخن را از عمق قلبت گفتی؟ از کجا بفهمی که این را راست گفتی؟ از اینجا فهمیده میشد که آیا این شبها در دلهای شب بلند میشه و گریه میکنی به حال امت مظلوم فلسطین. اگر همه امت نمیتوانند کمک فیزیکی بکنند، در این شبها بلند شوند جوانان امت، زنان امت، مادران امت دست خود را به سمت آسمان دراز بکنند. مگر تو نشنیدی که رسول خدا فرمود اتقی دعوت المظلوم، از دعای مظلوم بترس، فانها لیس بینها و بین الله حجاب، بین مظلوم و بین الله هیچ پرده و حجاب وجود ندارد. وقتی اون حالت را میبینیم، اون ذلت مسلمین را میبینیم، اون خواری مسلمان ها را میبینیم و صفحات تاریخ را مطالعه میکنیم، اون عزتی که در زمان عمر الله و مسلمین داد اون را میبینیم. چرا ما خواریم؟ چون چی وقت به ما فتح نصیب میشود؟ چی وقت ما دشمن را شکست میدهیم؟ زمانی که درون خود را فتح کنیم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید بزرگترین جهاد اون جهاد است که یک انسان با نفس خودش بکنه. ما که نتوانستیم با نفس خود جهاد بکنیم. علی رضی الله تعالی عنه دروازه خیبر را جدا میکند. میدانیم که چرا خیبر فتح شد. چرا؟ برای اینکه اون گناه، اون معصیت، اون شراب و اون چشم چرانی که در خیبر بود بیرون خیبر نبود. اون اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم وقتی پشت دروازه خیبر آمدن، اونها نفسهای خود را کشته بودند. اونها تسلیم الله بودند، تسلیم دستورات الله بودند. قوت ایمان همیش قویتر از قوت توپ و تانک بوده در طول تاریخ، ولی دشمنان اسلام تا دندان مسلح بودند. رسول صلی الله علیه و سلم از این سلاح معنوی کار گرفت. در دل شب داخل خیمه داخل شد، خیمه ای که به رسول خدا اونجا ساخته بودند. نبی علیه السلام داخل خیمه می شود، نماز می خواند و بعد از نماز سر به سجده می گذارد و گریه می کند که پروردگارا این یاران من خیلی اندکند، 313 نفر. ای الله این یاران من اندکند، اگر این بندگان تو را در اینجا هلاک بشوند و شهید بشوند خدایا دیگر هیچ کسی در زمین به تو عبادت نخواهد کرد. پروردگار اگر این یاران من و اصحاب من هلاک بشوند کسی در روی زمین دیگر تو را عبادت نخواهد کرد. به گریه و زاری بود که الله رب العزت و الجلال 5000 فرشته را تا دندان مسلح به خدمت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرستاد. 5000 مسلح از فرشتگان الله. بر رب کعبه قسم است اگر اون دلی که اصحاب نبی داشتن امروز امت مسلم در دنیا می داشتن،
الله رب العزت و الجلال برای سرکوبی و نابودی اسرائیل فرشتگان را از آسمان میفرستاد که تا اونها را زیر و زبر بکند. چرا امروز ما دل نداریم؟ شب پیش خدا بگریستم و زار مسلمانان چرا خارند و زارند؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارن ولی محبوبی ندارن. گناه و معصیت موج میزند. در زندگی ما چه گناهی که رخنه نکردن، چه گناهی که ما روز افزون انجام نمیدیم. نه زلزله ما را بیدار میکنه، نه موشکی که سر خواهر و برادر ما میریزد ما را بیدار میکنه، نه طوفان ما را بیدار میکنه. پس کی این امت بیدار میشود؟ کی زمان بیداری این امت فرا میرسد؟ وقتی از بسیاری ها را از جهاد نام ببری، جهاد تعبیر کردن به دهشتگرایی. بر رب کعبه قسم، کسی که از دنیا بمیرد و اون جهاد نکرده باشد و یا اینکه محبت جهاد در دلش نباشد، از این دنیا مرده است، در حالی که یک شعبه و یک اثر از منافقت در وجود او بوده است. بگو الله اکبر. کسی که بمیرد و جهاد نکرده باشد و محبت جهاد را نداشته باشد، اون با ایمان از این دنیا نرفته است. من نمیگویم، سخن من نیست، سخن محبوب دلها رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبة من نفاق. حدیث صحیح سنن ابو داود است. کسی که بمیرد و جهاد نکند و محبت جهاد را به دل خود نداشته باشد، مرده به شعبه و مرده به خصلت از خصلت منافقت. بیایین جوانان عزیز کمر بسته بکنیم. شاید امروز و فردا دعا بکنیم که الله رب العزت و الجلال این دروازه ها و مرزها را باز بکند تا همه کنار هم برویم و در کنار مسجد الاقصی همون جا جان را به جان آفرین تسلیم بکنیم. کنار هم برویم و با پرچم و بیرق لا اله الا الله همون جا برویم، در کنار مسجد الاقصی به خون و خواب بغلطیم که روز قیامت برای ما یک دستاورد باشد که یا الله برای دین تو شهید شدم. ای کاش درد به دل حکام می بود، به دل حاکمان و پادشاهی کشورهای اسلامی می بود که این مرزها را باز می کرد. اگه خودشان شجاعت نداشتن میگذاشتن که جوانان امت نبی صلی الله علیه و سلم میرفتن اونجا و از خود شهامت و مردانگی نشان میدادن. آیا آماده هستیم به جهاد فلسطین؟ آماده هستیم؟ فقط بهترین جهاد تا زمانی که این دروازه ها باز شود. از امروز عزیز من مبارزه شروع بشود. اول مبارزه با نفس. از امروز به الله تعهد می سپاریم که یا رب، ای پروردگار ما عساکر جان بر کف محمد هستیم و تا یک قطره خون داریم ترس در وجود ما راه پیدا نمی کند. یا الله ما خود را فدای دین تو می گردانیم. از امروز جهاد بر علیه نفس، چون از درون فتح شروع می شود. جهاد با شیطان، چه مادر است، چه خواهر است، چه برادر است. این یک اعلان عمومی است که باید از امروز شروع بکنیم. دیگر بس از زمان ذلت به پایان رسید.
تا چه وقت ما گردن به ذلت و خواری بگذاریم؟ 2 میلیارد مسلمانیم. آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قواد و جمع کرد. او ز اخلاق غلامان ز سگان خوارتر است. من ندیدم سگ پیش سگ سر خم کرد. ما که الله داریم، ما که محمد داریم صلی الله علیه و سلم، ما که قرآن داریم، پس از امروز تلاش بکنیم جهاد بر علیه نفس، جهاد بر علیه شیطان و به خاطر برادرانی که در فلسطین و در غزه هستند و در مسجد الاقصی هستند. کمک ما برای اونها چیست؟ کمک ما برای اونها دعای هست که در دلهای شب میکنیم. این شوخی نیست. دعا بکنیم در حقشان و این دعا را بکنیم که خدایا مرگ در بستر را ما نمیپسندیم. یا الله مرگ زیر لحاف نمیخواهیم. یا الله این جان چه متاعی است، این جان چه ارزش دارد که فدای دین تو شود. آرزو بکنید شهادت در راه الله را. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حدیث 36 بخاری است، میفرمایند انتدب الله لمن خرج فی سبیله. الله ضمانت کرده است، کفالت کرده است برای اونهایی که خروج کردند در راه خدا برای جهاد، یا به اونها غنیمت میدهد یا به اونها اجر عظیم عطا میکند و یا که اونها را داخل جنت میگرداند. صحابه وارد میشود در مجلس رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر سخنرانی میکند، صدا میزند یا رسول الله، کسی که خروج میکند، کسی که در جهاد فی سبیل الله از خانه خود بیرون میشود، آیا گناههای از او بخشیده میشود؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود همه گناهانش را الله محو میگرداند. ترس را در وجود خود را نده. کی هست که در این دنیا زنده باند؟ کی هست که در این دنیا زنده باند؟ اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا قیامت زنده می بود. هیچ کس در این دنیا باقی نمی ماند. پس چه زیبا هست که تو شهید بشوی، چه زیبا هست که مبارزه بکنی برای دین ربت، برای آزادی قدس، برای آزادی مسجد الاقصی، برای آزادی خواهران و برادران و اطفال معصوم و مظلوم فلسطین. دعا بکنین عزیزان من. فعلا بهترین کمک همین است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریه. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرمود اگر تکلیف به اصحاب من نمی بود، اگر تکلیف به یاران من نمی بود، هیچ جهاد و هیچ نبرد، هیچ غزوه‌ای نمی بود که من از اون عقب نشینی می کردم، همه جا می رفتم. چرا؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ولوددت انی اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من در هر جهاد اشتراک میکردم. چرا؟ برای اینکه دوست دارم من محمد شهید بشوم، دوباره زنده بشوم، باز شهید بشوم، دوباره زنده بشوم، باز شهید بشوم، دوباره زنده بشوم. شهادت در راه الله مقام خیلی بلند دارد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من اغبرت قدماه فی سبیل الله. الله اکبر. کسی را که دو تا پاهایش گرد آلود شود، غبار آلود شود در جهاد فی سبیل الله ساعت من نهار، یک ساعت از روز، فهما حرام علی النار، این دو تا پای به آتش جهنم حرام است. تکبیر. یا الله کی آن زمان فرا میرسد که ما را هم بپذیری که فدای دین تو شویم. یا الله کی آن زمان فرا میرسد که ما هم دشمنان تو را از زمین نیست و نابود بگردانیم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی را که دو تا قدمش، دو تا پایش گرد آلود شود، غبار آلود شود،
در جهاد فی سبیل الله فهما حرام علی النار، این دو تا پای با آتش جهنم نمیسوزه. چی جایگاهی داره یک مجاهد در راه خدا؟ کسی که جهاد در راه الله میکند، رسول صلی الله علیه وسلم فرمود کسی که جهاد نکند و یا مجاهد را کمک مالی نکند و یا مجاهدی که در جهاد رفته از خانواده اون نگهداری نکند، الله اون را به عذاب عظیم گرفتار میکنه، به بلای شدید گرفتار میکنه. ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا. الله اکبر، این چه جایگاه و مقام است. بلا تحسبن الذين قتلوا، گمان نکنین اونهایی که شهید شدن در راه الله، کشته شدن در راه الله، اونها را مرده گمان نکنید. اونها نمردن، بل احیاء، اونها زنده هستند. عند ربهم یرزقون، به پیشگاه پروردگارشان رزق دریافت میکنند. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، هرگز اونهایی که کشته میشوند در راه الله اونها را مرده نگویید. بل احیاء ولکن لا تشعرون، اونها زنده هستند، شما شعور ندارید، شما نمیفهمید. امروز چرا ما مثل کاسه غذا شدیم؟ چون امروز از هر طرف دشمن به سر ما میزنند، در حالی که رسول معظم اسلام فرمود نصرت بالرعب مسیرة شهر. وقتی من از مدینه حرکت میکردم، 1 ماه فاصله من و دشمن بود، 1 ماه راه دور بودیم، ترس ما، رعب ما، خوف ما به دل دشمنان اسلام میافتاد. ولی امروز چرا 9 میلیون صهیونیست یهودی اسرائیلی از 2 میلیارد مسلمان نمیترسد؟ از 2 میلیارد مسلمان نمیترسد. برای چی؟ این حدیث را خوب گوش کنین. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود یوشک الامم ان تداعا علیکم، قریب است که امتها همه دست کنار هم جمع بشود، مثل که در غزوه احزاب مشرکین و یهود همه کنار هم جمع شده بودند برای اینکه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را از مدینه اخراج بکند و مسلمین را شهید بگردانند. الله از اونها دفاع کرد، چون دلهای خوبی داشتند، چون مطیع و فرمانبردار فرامین الله بودند. امروز هم کشورهای کفری همه دست را بالای دست هم گذاشتن، همه به کمک اسرائیل غاصب و اسرائیل سفاک و خونخور برای حمایت اون استاده شدن و به اون گفتن ما حامی تو هستیم، اسپانسرت میکنیم. اما فلسطینی که 61 سال یا بیشتر میشود در آتش اسرائیل میسوزد، کم هستند کشورهای اسلامی که سر بلند بکنن. تا زمانی که از خود اونها مجال دیدن نشد، کس صدای خود بلند نکرد. هنوز هم بسیار کشورها میترسن، ترس در دلشان است. پیامبر میگه ما وقتی حرکت میکردیم الله در قلب کفار ترس ما را میانداخت. امروز کفار حرکت نکرده، ترس اونها در دل ما هست که ما ویران نشیم، بمباران نشیم. ما را چه غرض به فلسطین، ما را چه غرض به ایران، ما را چه غرض به پاکستان میگه ما را چه غرض به افغانستان، در حالی که همه ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.